بعضی کسایی که در خارج هستن تمنا جان واقعا از انتخابایی که در دکان ما هستن زیادتر خوش میکنن و میخواین و آردر زیادتر ما صرف خارج می داشته باشیم، چون کسایی که داخل افغانستان نیستن خارج هستن بیرون از کشور ما هستن زیاد پشت از این لباسا دق میشن. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. سلام درود نثار یک شما خوبان. با امید از اینکه هر کجای کسی جور و صحت و سلامت باشین. بعد از یک مدت طولانی بازم در خدمت شما وطنای عزیز هستم. امروز یک جای آمدیم که بسیار هم لباسای مقبول گند افغانی داره. پس بیاین و بریم با هم ببینیم که چه قسم لباسای مقبول در اینجا موجود می باشه. مرا تا آخرین دقایق لحظات برنامه همراهی کنین. ما دیگه میرم کم کم داخل دکان. همینجا بسیار هم یک دختر خانم مقبول و خوش سلیقه اینجا مصروف کار است دیگه. من میرم مزاحمشان میشم. سلام، خوب هستی؟ صحتمند؟ یک معرفی خود داشته باش. اولتر از همه سلام به خودت. علیکم سلام. تمنا جان قند و یک سلام خاص تقدیم تمام کسایی که فعلا ما را بینده هستن. امید که جور و سلامت و سرحال باشن، هر گوشه و کنار دنیا که هستین خوش و خرم و سربلند باشین. دوستای عزیز امروز تمنا جان هم تو بی خبر آمد، خواست که احوال ما را بگیره و ما زیاد خوشحال هستم که تمنا کنار ما است. خودت خوب هستی تمنا جان؟ زنده باش قند. ما بسیار خوشحال هستم که یک دختر خانم موفق در یک دکان میبینم دیگه. میشه که در مورد این دکان خودت بر ما معلومات بدی؟ تشکر تمنا جان عزیز. مدت کم میشه که دکان باز کردیم به خاطر که بیکار بودیم، خواستیم از وقت خود استفاده کنیم چون بسیاری دخترها بیکار هستن در خانه و ما خواستیم که وقت ما هدر نره، از وقت خود استفاده کنیم و یک برند لباس فروشی جور کردیم که تمامش گند افغانی می باشه. نام خدا. بسیار عالی، بسیار عالی. خودت چند ماه میشه که اینجا کار میکنی؟ تقریبا مدت 7 ماه میشه. نام خدا، نام خدا. همه تو که میبینین یک دختر خانم بسیار با استعداد. و نامتان؟ نامم سعدیه است تمام جان. سعدیه جان، چی یک نام مقبول مثل خودتان هم نامتان بسیار مقبول است. تشکر. امروز اگر لطف کنین که لباسای مقبول به ما به معرفی بگیرین. چرا نی شما سوال کنین کدام لباسا رو براتون به معرفی بگیریم، هر کدامشم میتونم براتون بگویم که از کدام کارا شده و کدام دست. بسیار عالی. اول خوینم اینجا یک لباس است که بسیار مقبول است. بفرمایید شما بیاین. این اینجا یک لباس بسیار مقبول است که دامنش بسیار مقبول است. فکر میکنم لباس عروسانه هم است. بله تمام جان، این لباس را که شما میبینید دوستای عزیز این لباس عروسانه است که واقعا کار سابقه هست. یخنش و همچنان فیتایی که میبینین تمامش دستدوزی است تمام جان و این با عروسای جور کردیم که انتخاب بالا دارن و همچنان بعض عروسا هست که بخصوص دختر خانمای حال خود دید چقدر انتخابایشان بالاست دیگه. خواستیم برشان یک دیزاین بسیار متفاوت جور کنیم و همچنان دنباله‌دار است که به عروس بسیار مقبول معلوم میشه. نام خدا. از این دیگه کدام رنگاش اینجا موجود می باشه؟ از این فقط فعلا یک دونه داریم، دیگه رنگاش بود که او را فروخته شد و یک تاشم از چانس شما ماده بود که اومدین از برنامه گرفتیم. بسیار عالی. من که از اول اومدم این لباس بسیار خوشم اومد چرا که ترکیب از دو رنگ است، سبز و سرخ که بسیار هم رنگای مقبول داره. یک چیز بسیار ظریف که میتونن عروس خانمای عزیز خریداری بکنن. من گفتنم اون که قیمتش چند می باشه؟ قیمت از این مکمل می بر ما 12000. دیگه بعضی کسای دختر خانمای یا عروسای هستن که اینا رو میخواین کرا بگیرن، باز قیمت کرایش است 5000 افغانی. 5000. بله. بسیار یک قیمت خوب و مناسب داره. اینجا دختر خانم‌ها که می خودتون دختر خانم هستی درک میکنید دیگه که چقدر مشکلات است خصوصا دخترها که از یک دانه لباس میخرن دیگه. یک لباس تکراری دیگه در چندین محفل نمیپوشه. ما دخترها خونه دیگه خوراک تمنا خو میکنیم. حالا ما چرا تکرار بپوشیم؟ نه میپوشیم به خاطر که برای ما بسیار لباسای مقبول ساخته شده و بعضی کسایی که در خارج هستن تمنا جان واقعا از انتخابایی که در دکان ما هستن زیادتر خوش میکنن و میخواین و آردر زیادتر ما صرف خارج می داشته باشیم، چون کسایی که داخل افغانستان نیستن خارج هستن بیرون از کشور ما هستن زیاد پشت از این لباسا دق میشه. یا هم خودش دیگه چی میگن یک فرهنگ از وطن است که وطن بکنن احساس میکنن که ما در وطن هستم و اینم اینجا با این لباسای مقبول. بله تمنا جان. و بسیاری لباسای دیگه داریم داخل دکان دوستای عزیز که هر کدامش میتونن به شما به تصویر بگیریم و بعض کدامایش که شما خواستین و یا تمنا جان اگه بخواید باز بر شما به معرفی میگیریم. فعلا اینم اینجا یک لباس است بسیار به برنگ خاص و شیک و دخترانه که زیادتر دختر خانم‌ها می رنگ انتخاب میکنن دیگه. لباس است بسیار مقبوله که چی میگن پرکار هم است تقریبا. میشه که سعدیه جان در موردش برام بگین؟ تمنا جان رنگ
گلابی داره که دختر خانم بسیاری رنگا رو خوش داره و همین رنگا به ما دختر خانم ها هست که رنگای روشن است که به خصوص دختر خانمایی که واقعا خوش ذوق هستن این لباس ها رو انتخاب میکنن چون لباس های سابقه هست. اما دیزاین هایی که حال کار شده دختر خانم ها زیادتر انتخاب نمیکنن چون دیزاین ها سابق حال مود شده نو تمنا. دقیقاً. قیمتش چند است؟ قیمت از 10,000 می تمنا و کرایش تا خانه 3,000-4,000 می. بسیار عالی. این کلاه یا چادر همراه خود دار؟ تمنا چادر داره همراه تنبان سبز. دیگه بعض کسا که مثلا قرشان پخش می باشه نمیخواین تنبانش خیلی مهم نیست، معلوم نمیشه که برجستان بپوشن بازی چادر داره. بسیار رنگ بسیار عالی. از این دیگه سایزهای مختلف موجود است یا فقط به می سایز؟ امی یک رنگ داریم تمنا. بسیار عالی بسیار عالی. لباس است بسیار مقبول. اما تو گفتیم دختر خانم‌ها فعلا زیادتر هم لباسایی که دیزاینایشان سابقه است انتخاب میکنن، پس بیاین و همین لباسای مقبول در محافل خوشیتان استفاده کنین که زمستان شده دیگه عروسی هم کم کم نمیباشه. فقط سابقه رو انتخاب نمیکنن باش نگفتن، اما بعضی کسایی هستن که کار حال رو انتخاب میکنن و میگم یخن و آستین و یا فیتی دامنشان میگه سابقه باشه. از اون خاطر میگیم یعنی دزدوزی یا سابقه انتخاب میکنن زیادتر. و لباسی که اینجا هست رنگ بانجانی داره و یا سمندی دوستای عزیز که تکه بخمل است، بسیار دیزاین مقبول است و این کارهای آل سابقه نیست. تمنا جان که یخن بسیار مقبول داره باش چادر پیشوری یخنش گرفته و یخنش هم همچنون سابقه می باشه. بسیار عالی بسیار عالی. دامن از چند متر میه؟ دامنش تقریبا 6 متر تمام. 6 متر. نام خدا نام خدا. این لباسای مقبول در چند روز دیگه شاید در بر بگیرن؟ شاید یعنی خیاطایی که لایق باشن زود بخواین یعنی به مشتری خود تمام کنن شاید تا 1-4 روز تمام میشه. 4 روز. بله. چطور است فعلا فروشات؟ فروشات خوب است نسبتا چون امی کابل مال هم که هست تازه این فروشگاه کابل مال تازه جور شده اینقدر مشتری زیاد خود نداره. مگم خوب است ناسپاس نیستیم یا شکرگزار هستیم میشه انشالله یک چیز. بسیار عالی. تشکر. دختر خانمای خوش طریقه شما دیگه بیاین خرید کنین این لباسای مقبول از دست ندین. لباس بعدی هم که فکر میکنم فقط رنگش متفاوت است و یک کمک در دیزاینش. رنگ سبز داره و یا هم ماشی بسیار تیره و اگر از دور ببینی سیاه معلوم میشه تمنا، مگم در حاصل رنگ سبز بسیار تیز است که زیادتر دختر خانم‌ها اینمی رنگ زیاد دوست داره. و حال مودم شده زیاد تمنا چون کارهای بسیار دیزاینای مقبول است. نام خدا نام. قیمتش یکسان است یا متفاوت می باشه؟ قیمت از این میایه 12,000 تمنا. بسیار عالی. دکرا چند میتین؟ دکرا تا خانه 6,000. 6,000. یگان دختر خانم‌ها که بیای بگه خیره میره 4,000 بتر میتین براشون؟ اگه دل ما بسوزه. اگه دل ما بسوزه چرا اگه مثلا بیای ببینم من میایم میگم خیره میره 4,000 بتر. دکان برای تو واس تمنا داری تو خو یک دو گفتن نمیتونیم ان شاء الله تشکر میگم تمنا برو. تشکر. زنده باشی سلامت باشی. لباس بسیار ظریف و مقبول بیاین خریداری بکنین. و لباس بعدی که فکر میکنم تکش هم تو تکه نازک است از اینکه خوب تمنا تو بیا تو اونجا خمیریم. والا یک سوال دارم. دیل 3 لباس یا 4 لباس که ما تو به معرفی گرفتیم کدامش خوش خودت آمده؟ خوش خودم خود تمامش آمد. حالا که می دخترها که میگن لباسا رو ببینه بروی هیچ کدامش نمیگه، چرا که در محفل که میره میگه که من باید متفاوت بپوشم یک لباس خناوی باشه. اگر نه بپرسی کلش ما خوشم آمده. کلش خوش آمده. ولی کلش خونده میتونیم یک شی خوشگلی. ولی من زیادتر همین لباس را که فعلا قرار است ما معرفی کنیم این لباس بسیار خوشم آمده، چرا که یک لباس نسبتا سبکتر است و راحت‌تر میباشه. تمنا جان تکی از این تکی لیل متر است و یا هم نمیفهم تکیش واقعا نمیفهم چون خیاطا آماده کردن خودم آماده نمیکنم، فقط در بخش فروشات هستم دوستای عزیز. دیگه بسیار دیزاین مقبول است، دختر خانم‌ها زیاد انتخاب میکنن و بعضی خانم‌ها هستن که نوروز میباشن انتخاب میکنن، بسیار دیزاین مقبول داره و رنگش هم رنگ سرخ آتشی است که واقعا مقبول است. یخنش هم یخن سابقه نیست، جدید است، یخنای سابقه نیستن. دیگه فروشات از این هم نسبتا زیادتر داریم دی وقتا. نام خدا قیمتش چند است؟ قیمت از این 11,000. 11,000 افغان. دیگه رنگایش موجود است؟ هر رنگی که بخواین فعلا در دکان موجود نیست ولی هر رنگی که بخواین انتخاب کنن و یا فرمایش بدن برشان میتونیم آماده کنیم. نام خدا بسیار عالی. هموطنای ما دختر خانم‌ها که فعلا دیگه زیادترشون هم در خارج از کشور هستن، اگر کدام سفارش بده برشان آماده میسازین؟ چرا نمی ما فعلا دمی کابل مار کارگویی داریم که میتونیم در هر کشوری که بخواین برشان آماده کنیم و روان کنیم. کارگو یعنی داخل خود مارکت می باشه، میتونیم به زودترین فرصت یعنی زودتر نه تا 12 روز 15 روز میتونیم برشان روان کنیم اگر فرمایش بدن.
بسیار عالی، بسیار. شما یک خارج از کشورم هستین، نگران نباشین، لباس های مقبول انتخاب کنین دیگه. ما شماره سعدیه جان براتون میتیم یا می آدرس دکان بیاین دیگه، سفارش هایتان بتین خریداری کنین. حتی کسایی هم که در خارج از کشور هستین عزیزایتان براتون ارسال کنین یا اینجا ما در خدمتتان هستیم. ما البته همراه سعدیه جان قند ان شاء الله. و یک چیز دیگه که من متوجه شدم اینجا بسیار هم تو بالاتنه های مقبول است که زیادتر دختر خانم ها در این روزا که مود شده زیاد دیگه میپوشن، خوش میکنن، انتخاب میکنن. میشه که در مورد تکه و کیفیت و نوع دختش بر ما بگین. تمنا جانی بالاتنایی هست که بعض دختر خانم ها همراه دامنا میپوشن، دامن چسب، و بعض دخترها هستن که همراه پدلون میپوشن و خود اگه بگید روی کمون طرف بدی که دوستا درست ببینن. بسیار دیزاین مقبول داره و بعض کسا میخواین که ایره برشان دامن جور کنن، دامن سیاه که بسیار مقبول معلوم میشه. و بعض کسا که همراه پدلون میپوشن میتونیم اما قسم برشان جور کنیم. پدلون خب ما برشان داده نمیتونیم، اگر دامن امروز فرمایش بده میتونیم برشان جور کنیم. و زیاتری کسا، زیاتری دختر خانم بسیار میپوشن و زیاد از این آردر هم داشتیم دوستا که برای دختر خانم روان کردیم. بسیار. قیمت از این بالاتنها چند میباشه؟ قیمت 6000 میایه تمنا جان. 6000. از این به کرایه میتین یا خیر؟ به کرایه از این زیادتر نمیتیم، چون دیگه دختر خانم‌ها که از این بپوشن دیگه نمیخواین که کرایی باشه و اگر بخواین برشان کرا میدیم. بسیار عالی، بسیار. هم یک چیزی که مقبول است چند نمونه دیگه شما اینجا است که ما در لابلای برنامه در جوجان تصویرم براتون نشان خود دادیم. بسیار عالی. این ما به جای سعدیه برام فروشنده هستم. یک لباس دیگه است اینجا. این هم بسیار هم رنگ مقبول است. دخترها زیادتر رنگ سرخ خوش دارن که میگه دم فیلم دیگه جلب توجه باشه و فشارم کنم رنگ سرخ. از دخترها که بچه‌ها رنگ سرخ زیاد دوست دارن چون بسیار رنگ روشن است و به خصوص کسایی که خانم دارن خوش دارن خانمایشان رنگ سرخ پوشه که بسیار رنگ مقبول است و همچنان دلکش که خانم‌ها رو بسیار نمود میده. از خاطر شوهرای زمان رنگ سرخ خوش دارن. خیلی بیاین دیگه خرید کنین و خانمایتان منتظر چی هستین؟ دنیا دو روز است دیگه. و فقط رنگ سرخ نه دوستای عزیز، و رنگ یاسمندی که پالیش است، رنگ بانجانی بسیار رنگ مقبول است که این فرمایشی است. تمنا جان به یکی از دوستا بیرون از کشور ایرا فرمایش دادن، آماده کردیم که شاید فردا دیگه فردا برشون روان کنیم به کارگو. بخیر برسه ان شاء الله. با تن خود بکنه که چی یک مقبولی دیگه نمودشان بده. قیمت یک لباس چند است؟ قیمت از میایه 16000 افغانی. قیمت هر دوش یکسان است یا متفاوت است؟ نه خیر، از این متفاوت است. از این 12 میایه، از 16000. بسیار عالی، بسیار عالی. لباس هر دویشان واقعا بسیار مقبول است، خصوصا دیگه در این روزا که هوا رو به سرد شدن است. البته فعلا خود کمی گرم است، بخمل فرمایش میده. بله، چون که هوا که سرد شود بخمل. و باز کسایی که گرمی خوش ندارن دیگه در اون سردی هم نازک میپوشن. نازک میپوشه که در میدان که رقص کنم هیچ گرم نمیایم. هیچ گرم نمیایم. که تمنا رنگ که این طرف است رنگ تربوزی میگن. نام خدا. بسیار یک دیزاین مقبول و ساده است. دختر خانمایی که و یا خانمایی که ساده پوش هستن، ظریف پوش هستن، میتونن از این دیزاین انتخاب کنن و رنگشون بسیار رنگ مختلف است. تربوزی که در وسط دکان ما این رنگ نیست. بسیار مقبول، بسیار مقبول. قیمتش چند است؟ قیمت از این میایه 9000 افغانی. 9000. کرایش چند میشه؟ کرایش تا 4000 میشه. نام خدا. ات کدام روز شده که یگان مشتری بیاستان خرید نکنه، زیادم جنجال کرده باشه روی نرخش؟ آره تمام تو یک گپ است که بعض کسا هستن یک ماه پیش، یک هفته پیش از عروسی میان خودم گیج میکنن، دکاندارا رو گیج میکنن. این چند است چند آخرش میگم من یک ماه بعد یک هفته بعد میام باز بوک میکنم. بسیار آدم جگرخون میسازن دیگه. باز با این تو کسا دیگه چیز گفتنی نداریم. خیر میان زیر چشم میکنن باز میرن. حتما اونا مشکل پسند هستن دیگه. او کس آروسایی هستن که خیلی زود نمیپسندن، خوب زیر چشم میکنن، یک دار در بین اونم خدر انتخاب میکنن، باز میان رو که باش آخر چی میشه و خیر نتیجه. خب خدا کنه نتیجهشان خوب باشه که و دلشان یک چیز پیدا بتانن. و همچنان ما اینجا توجه ما یک لباس دیگه جلب کرد، سعدیه جان قند که یک لباس است واقعا دیزاینش متفاوت تر است. میشه که در مورد این لباس بر ما بگی؟ به این لباس قرمه‌ای میگن که تکه افرنگ و یا میکس کار شده که کاملا دزدوزی است و همچنان سابقه. و هر کدام تکه که در این میبینین، هر یخن که و یا آستین یا فیته که کار شده تمامش سابقه است دوست عزیز. که تمام از این از هر پیران توتا یعنی جدا کردن و خیاط ما دوختن
که بسیار سابقه هست و رنگش هم رنگ زیتونی می باشه تماما نام خدا. و کاملا این دزدوزی سابقه است دیگه. البته بسیار عالی. قیمتش چند است؟ قیمت از این میایه 18000. 18000. بکرا چند میتونی؟ و جورامت داره تماما. خب خیبت بکرا نگران می- نباشن خیر. بله بکرا میایه تا 30000. اینجا که یک دختر خانم مهربان هستید دلش نمیشه که شما بیاین لباس انتخاب کنین آخرم لباس برتون نتا. بخی ناممکن است. 100% تماما. و همچنان یک لباس دیگه که بسیار مقبول. این فکر میکنم کوتاه باشه یا نه دراز است. تماما دختر خانمایی که قد بلند دارن اینا میتونن یک کمک کوتاه‌تر بپوشن و دختر خانمایی که نسبتا قدشان پخش است یا کوتاه است این باز برشون دراز پوشیده میشه. هر کس مطابق ذوقشون و کسایی که میخواین کوتاه بپوشن باز برشون کوتاه فرمایش بدن میدوزیم. بسیار عالی. دیگه رنگایش هم اینجا موجود است فقط میرن. یک رنگ داریم یا سمپل هستن و کسایی که فرمایش بدن میتونیم برشون جور بسیار عالی. اما تو یک لباس مقبول است. حتی این لباس هم میتونه که عروس خانم‌ها هم استفاده کنه به نظر من. زیادتر عروس خانم‌ها انتخاب میکنن چون رنگ روشن است. رنگ روشن هم است. هم تو یک دیزاینه که خاص و بسیار مقبول هم اینجا موجود است. قیمتشون بسیار مناسب می باشه و این اینجا یک کد بندک هم است که خودت یک لباس به دل خودت از اینجا بر بینندای ما بیرون بیار و معرفی درست است بکن. چرا نی تمنا جان. و اینجا یکی از لباسای دیگه هم که رنگ سرخ باشی رنگ سرخ ما کمک کنم. تمنا یا از این لباس قرمه‌ای که گفتم براتون اینجا البته مکس توته سابقه تمنا اگه این پیران به تو بودم بگویم میره بپوش دارسی یا یک محفل ایره پوشیده میتونی درست چرا کنم. نه ما میپوشم. آفرین ما دختر خانم واقعا که قدر پیرانای گرنگ میپوشیم باز کس از دل ما نمیاد. آفرین ما که بسیار گرنگ است نه تمنا. خیلی دیگه این لباسا که از که یکی از دوستا فرمایش دادن داخل این کابل هستن داخل افغانستان هستن دیگه ایرا بسیار یک هفته میشه تقریبا سازی کار کردیم تمام شده بالاخره دمی روزا انشالله که برش روان میکنیم. انشالله یا رنگ سرخ داره فقط یک رنگ؟ بله یک رنگ داره و رنگ زیتونیش بود و این هم رنگ سرخش. این رنگش بیشتر مقبول است. البته که تمام لباس ها مقبول است اما این این رنگ کار شده مقبولیش چند برابر بله و شده. یک رنگ که یا برو از پیرانا میگذاریم تمانا جان دیگه باش که دل پسرا یا آقای چیز نگرده. امیجا با سیمایش نیستن. امیجا با پسرا همچنان بعضی واسکتایی داریم که تمامش دزدوزی است و بعض آقایا هستن که در سوخت رنگ آروز میپوشن باز میتونن فرمایش بدن و ما هر دیزاین که فرمایش بدن میتونیم برشون دزدوزی بدوزیم و آماده کنیم رنگ پیران عروس. تمام. نام خدا بسیار تشکر. و رنگی که بسیار مقبول داره رنگ لاجوردی است. لاجوردی دیگه دیزاینایش هم اینجا موجود و یک رنگی که دیگه هم داریم تمنا که رنگ جگری است و این هم یکم سابقه هست به خاطر که کارکرد این چرمیش که سابقه است دیگه تکیش کاملا جدید. به نظر من خیلی بیشتر مقبول است. بیاین خرید کنین و میگم منتظر نمونین در جای لباس ها و واسکت ها پیدا نمیشه. تشکر زنده باشید. بسیار یک تکی خوبم کار شده. و یک چیز که زیادتر دختر خانمایی که لباس های گنده میخرن چرا که یک ذره نسبتا قیمت هم است زیاد تشویش دارن در مورد نوعیت تکیش که میگه اگه ما میره خرید کنیم این خراب نشه یا در یک که لباس بشوییم و اینا میشه که در این مورد تمنا ما دخترها خیلی گپ ماست که مثلا میگیم کنه نشه یا دشش نه خراب نشه. ما دختر خانم‌ها یادت ماست که پیران یک دفعه بپوشیم در یک محفل دیگه نمیپوشیم. از نمیز که کلک به تشویش است که ما دخترها چرا هست نه دیگه 100% این گپ یک بسیار گپ همونطور است که مردم جور کردن مگر ما دختر خانم‌ها حال در این شرایط در این آخر زمان گفته تو هیچ پیران دو سه دفعه نمیپوشیم اما یک دفعه در محفل که بپوشیم دیگه نمیپوشیم. بسیار عالی. اما تو یک گپ هم است و خیر خراب هم شد دقیقش نشن چطور بیاز خو نمیپوشین. اینجا یک لباس ساده بسیار هم تو مقبول دگام است بسیار هم تو سبک است مجلسی است گفتم میتونین. بله میشه این تمنا دیگه براتون به معرفی میگم من زیاد معرفی کردم دوست ما بگویم یک لباس است که بسیار دراز است نوعیت تکش بسیار خوبش است کتان هم است فکر کنم دیگه اما تو یک دیزاینر که بسیار خاصه ای کار شده کمرچین است دیگه بسیار مقبول است بیاین خریداری کنین من قیمتش هم براتون میگم. چند بگویم والی میفهمی دیگه تمام هر چی که تو بگویم ما قبول داریم. 1000 نه 2000 خود 2000 صحیح است. نه بازم پایین گفتی تمنا خیلی 3000 آفرین 3000 خوب رو خیر است. اگه اومدین به ما زنگ بزنین باز خیر یک 200 300 شما کم میکنم بخاطر که لباس نه برو زیاد کم میکنیم شما بیاین ان شاء الله ما هستیم. خب صحیح است.
تشکر تمنا، زنده خواهش باشی. میکنم زنده باشی خودتان. گرچه زیاد به زحمت نکردیم تا یک پیران به معرفی گرفتی، خب باز ما کاش که آخر معلومات میداشتم. خدا استعداد که در وجود خودت است. تشکر. نام خدا زنده دختر باشی. فعال هستی، فعالیت میکنی دیگه، می بسیار بر ما زنده جای باشی افتخار تمنا. است. بله هموطنان عزیز، دختر خانم‌های خوش سلیقه این لباس رو می‌خوایم به عنوان آخرین لباس به معرفی بگیریم که یک نمونهشون بسیار خاص است، یک لباس از کوتاه و همچنان جزئیات بیشترش است. سعدیه جان قندول بر ما میگه. تشکر تمنا جان قند. این لباس کوتاه هست که بعض دختر خانم‌ها لباس کوتاه میپوشن و همچنان تنبانش گیبی و یا هم پوکانه‌ای گفته میشه که این دیزاین‌های سابقه است که خیلی سابق اصلا زیادتر پیران گندوانی دراز نبود، دختر خانم‌ها کوتاه میپوشیدن دیگه. حال هر دیزاین هر رقم آمده و جور شده و مردم آماده کرده و این هم که هست توته‌ای میگن، به این لباس توته‌ای نیمه میگن که کاملا توته کار شده که شما ببینین دوستا. توته یعنی هزار پیران جدا کردیم، پیرانای سابقه دی کار کردیم که بسیار دیزاین مختلف کشیده و همچنان تنبانش رنگ چادرش یک رنگ می باشه، رنگ زیتونی و یخنش هم یخن سابقه است. نام خدا. از این دیگر رنگایش هم اینجا موجود است؟ از این دیگر رنگایش هم داریم، البته در دیگر دکانای ما هست ولی فعلا یک تا اینجا وجود داره که به شما فقط به معرفی گرفتیم و هر دیزاین ها هر رنگی که بخواین هست. نام خدا. قیمتش چند است؟ قیمت از این 6000 افغانی. 6000 افغانی. لباس است بسیار مقبول. نام خدا. تمام لباسایی که اینجا است نگفتن امانه هر کدامش دیزاینش متفاوت، هر کدامش یک ببینیم زیباتر از لباس دیگه می باشه. سعدیه جان قدول بسیار تشکر که امروز وقت تا به ما دادی. هیچ مشکل نیست، هر وقت که شما بیاین بخواین قدمایتان سرچشمه. قربانت، سلامت باشی. به عنوان آخرین پیام اگر کدام گفتنی داشته باشی کمره ما در خدمت. تمنا جان قند آخرین پیامم به دختر خانم‌ها و یا هم به پسرای جوان ما که فعلا داخل کابل هستن و فعلا میخواین، بعضی کسا مصروف درس هستن و بعض دختر خانمایی هستن که خانه بیکار شیشتن، میخوایم بگویم برشون پیام ما که از وقت خود استفاده کنن و مصروف کار به خود کار پیدا کنن، بیکار نباشن. هر دختر خانم یک استعداد خاص بین داشته باشه تمنا، که بعضی کسا دزدوزی میکنن، بعضی کسا خیاطی میکنن، میتونن که کار کنن، زحمت بکشن و دختر خانمایی که خیاط هستن میتونن این رقم پیرانا آماده کنن و ما دکاندارا بعضی ما که مثلا به لباس افغانی نیاز می داشته باشیم میتونن بیایم سر ما بفروشن، ما بخریم بهشون بفروشیم، گونام مشهور شون لباسایشون ما از ما. بسیار تشکر بازم و تشکر میکنم از تمام شما هموطنان عزیز که امروزی برنامه رو بیننده بودین. لباسای مقبول زیبا اینجا موجود است، پس بیاین خرید بکنین. این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تا دیدار بعد و برنامه های بعد، الله نگهدار همه ما و شما باشه. خدا نگهدار.